وقتی که میگد میزنن این زناکار طلب یاردم میکند، این ملائکه مرا آزار بسیار نده، وجود من در من شد. این ملائکه دوزخ بر این زناکار چی میگفته است؟ نادته زبانیه. همین ملائکه دوزخ میگفته است این کان هذا الصوت و انت تضحك و تفرح و تمرح ولا تستحی منه. این ملائکه دوزخ میگفته است این طلب یاردمی که الها تا از من میکنی، آیا نمیشد که همین طلب یاردم در دنیا میکردی؟ در حالتی که تو زنا میکردی میخندیدی، زنا میکردی راحت میکردی، زنا میکردی معیشت میکردی. ولا تستحی منه، از خدایی که تو را خلق کرد تو از او شرم نکردی، امروز تو با از من یاردم طلب میکنی. اینجا جای یاردم نیست دیگه. حضرت موسی گفتن الهی ما لمن زنا، پروردگارا کسی که در دنیا زناکار است او را چی جزا میدی؟ قال الله تعالی البسه درعا من النار لو وزع على جبل شاهق لاصبح رمادا. پیغمبر خدا چی گفتن؟ حضرت موسی گفتن خداوند جواب گفت که من با زناکار چگونه معامله میکنم؟ یک درعش میپوشانم. درع گفته لباس همون دوزخی‌ها را میگن از آهن است، چنان تفسان است که میپوشانمش. اگر همون لباس دوزخی را در بالای کوه از کوههای بلند دنیا اگر بگذارین لاصبح رمادا، قسم به عظمتی خدا که کوه را خاکستر میگرداند. همون لباس زناکار است. لکن از همه ده زنای وزنین ترین پیغمبر خدا با کی گفتن؟ اعظم زنا بالام والاخت و بالمحارم. در باب زنا صحبت ها زیاد است. انشاءالله ما در باب هر یک جمعه من شاید که حدیث های از این تکرار میکنیم. رسول الله گفتن بزرگترین زنا زنای با مادر است و زنای با خواهر و اپه است و زنا با زنی هست که برای تو نکاح و حرام است. این از همه ده وزنین ترین زنا در نزد خدا و حساب می رود. حتی حاکم می گوید و صحح فی حاکم و صحح الحاکم، در صحیح الحاکم چی می گوید؟ من وقع علی ذات محرم فاقتلوه. حضرت گفتن اگر کدام انسانی که اگر با خواهر و اپه و آچه خود وقتی زنا کرد با جز کشتن دیگر او را باید یگان راه نداشته باشد، فقط او انسان قتل کردن در کار. امروز در همین زمان ما و شما شنیدیم، با مادرم شنیدیم، با خواهرم شنیدیم، با اپم شنیدیم. برای چی؟ برای که ما و شما پیروی سنت پیغمبر خدا نشدیم. برای که ما و شما آن چیزی که پیغمبر خدا با ما و شما سفارش میدهد، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر، کسی ایمانی به خدا دارد، ایمانی به روز قیامت دارد، فلا یخلون بامرأة لیس معها محرم الا ثالثهما الشیطان. پیغمبر خدا میگه هیچگاه با زنی که همراه خود یگان محرمش نباشد شما تنها نشینید، زیرا اینکه سیوم شما شیطان می شود. شما حتی به خواهر خود، به ینگه خود، به خاله و عمه خود که اینا برای شما گرفتنشون حرام است، تنها نشستن شما را پیغمبر خدا اجازه نمیده، زیرا میگه سیوم شما شیطان است، شما را وسواس میکنه. برای چی ما و شما را اسلام امروز رخصت نمیده؟ فرزندهایی که علاکه به سین 7 میرسند جاگه های اونا را از خانه جدا کنید، جاگه پدر و مادر جدا باشد، جاگه فرزندها جدا باشد. همه برای همین است. امروز چی یک بیناموسی در ما و شما پیدا شده است؟ در خانه ما و شما وقتی یک رفیق ما و شما، یک همسایه ما و شما میآید، خدمت دسترخوان ما و شما را زن ما و شما میکند. این در کجا ساخته؟ همین ناموس است.
دختری تو، خواهری تو، زنی تو نخواد در رفیقت بیاد از سرخان پرتاید. آخه اگر سختم نرسد دستت نمیشکند، مهمانی توست. حضرت عمر در خانه نمی نشست. مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد، میگو شرم میدارم که نزد مهمان نشینم در حالتی که ملائکه ها راست ایستادگی هستند. ما و شما می نشینیم بس فرمان میتیم. کاش که او زنی تو با یک لباسی خوب داشته باشد، کشال می شود تمام وجودش می تابد. این مسئله را شما دقت بتین، نگذارین. ام سلمه زن پیغمبری خدا بودن. حدیث روایت میکنن که من همراه میمونه بودم، میگد زن دیگری پیغمبری خدا. بناگاه میگد در ما تق تق شد، نگاه کردیم ام مکتوم داخل شد. رسول اکرم میگد در حال بر من گفت ام سلمه و میمونه از جا خیزین، حجاب کنین، روی مالها را بالای سر پرتاییم، پیشای برا محکم کنین. میگد ام سلمه میگد گفتم الیس هو اعمى؟ پیغمبر خدا ام مکتوم نابینا هست، چشمهاش نمیبیند. برای انسان نابینا حجاب کردن ما چی لازم است؟ وای ما را نشناسد، وای ما را نبیند. متن حدیث ما به شما گفتم. حضرت میگد گفتن من در روسیه هم دیدم که در مثال همون فوتبالکه هایی که داشتیم در صورت های حبیب یا نام حبیب، مایل شما محبوبیتون به خاطر دین است، محبوبیتون به خاطر مسلمان بودن است. ولی دادرای عزیز، ما هم ورزشگرهای کم از حبیب نداریم. شکر شما میدونید اگر ممکن من معلوماتی کمتر دارم، ممکن من اینجا نفرهای را روی اینا ورق آوردم، نامه هاشون قطعی. این نفرهایی هست که مثلا من اینها را دیدم، اینها را من میدانم، ولی بسیاری از اینهایی هست بود داریم که اونها را من ممکن که یا فراموش کردم یا ندانم. ولی اینها را هم برادران عزیز در مد اول قرار دهیم. مثل بین در همون گویم محاربه هایی که حبیب می براید و خواب گویم می جنگد، ما داریم موین غفورов، داریم بهروز ظهورов، داریم اعظم غفورов، لایق رجبov، محمدالله اسکندر، محمد نعیمov. این محمد نعیمov این امروز در یکی از شهرهای امریکا در لاس وگاس امروز محاربه دارد که مرا با طریق تلفن او بابا جی در حقم دعا کن که امروز من محاربه دارم. یگان مقصد از یگان حریفش تا حاضر مغلوب شدگی نیست. و اینهایی که در بالا هم یاد کردم همه اینها هم آدمای نامبردارند. اگر مبالغه بدم نشود باور کنید پهلوانهای ما لازم شاید اما حبیب هم میزنند. برای همین من اینجا در مقصدم یگان کس پس دادن و یگان کس تحقیر کردن نیست. فقط این است که من میخواهم که وقتی اونها را که شما در دعاهاتون یاد میکنید اینها اولین درجه، ما را این پهلوانهای ما الحمدلله همه اینها مسلمانند، فرزند مسلمانند، همه اینها مردم تاجیکی ما هم. در برابرش برادر از ببینید ما کیها داریم. گرشاد نظرف داریم، یکی از پهلوانهای المپی خیلی معروف و مشهور. بهروز خواجه زاده داریم، این هم یکی از پهلوانهای جهانی است. دیگر بین رسول باقیف داریم که قریب در زبانی نه تنها مردم تاجیک، غیر تاجیک هم در دهن اون مردم هم نام رسول معروف و مشهور است که حتی در روسیه هم مقصد باز به تعلیم فرزندای ما و شما، به تعلیم مثال همین ملت ما